وزارت کارهای خارجه طالبان خبر داد که هیئتی از این وزارت از کنسولگری افغانستان در خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت طالبان در توییتر نوشت که این سفر روز شنبه 5 حمل یا 25 مارس سال 2023 صورت گرفت و حاجی محمد موسی امیری رئیس مالی و اداره وزارت امور خارجی ریاست این هیئت را به عهده داشت. همچنین بلخی افزود که این هیئت افزون بر ارزیابی امور کنسولی خسارات رسیده به تعمیر کنسولگری را نیز بررسی نموده ارزیابی خود را به وزارت خارجه طالبان در میان گذاشته است. بنا به گفته طالبان کنسولگری افغانستان در خوروغ تاجیکستان در پی سرازیر شدن برفکوچ یا ترمه آسیب دیده است، ولی حکومت طالبان عکس و یا ویدیوی را از جریان سفر خود به ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر نکردند. سفارت افغانستان در دوشنبه که تا حال به طالبان واگذار نشده است هنوز در مورد این ادعای طالبان درباره بازدیدشان از کنسولخانه افغانستان در خوروغ چیزی نگفته است. در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز چیزی در این مورد نشر نشده است و یگان مقام رسمی تاجیکستان نیز درباره سفر طالبان اظهار نظر نکرده است. اما در همین حال بنا به نوشته شبکه افغانستان اینترنشنال سفیر حکومت پیشین افغانستان محمد ظاهر اخبر به این رسانه گفته است که این کنسولگری از 1.5 سال قبل فعالیت ندارد و تمام روابط دیپلماتی از طریق سفارت افغانستان در دوشنبه انجام می شود. بر اثر طلمه پرقربانی که روز 15 فوریه سال 2023 به محله ناصر خسروی شهر خوروغ فرو ریخت، 15 نفر به هلاکت رسیده، چندین بنا از جمله بنای کنسولگری افغانستان نیز زیر طلمه مانده بود. تاجیکستان تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و برخلاف دیگر کشورهای منطقه دیپلمات‌های طالبان را نیز نپذیرفته است.